است که ما از ابتدایی ترین سرمایه شروع کردیم. ما از 1.5 لک روپیه که امو طلای خانم ما بود، رئیس هم خانم است، او امو رو به فروش رسانده و ما کار شروع کردیم. الحمدلله امروز 4-5 نفر در این شرکت کار میکنه و ما تلاش مایی است که انشاءالله امروز در ولایت های افغانستانی را به فروش میرسانیم. انشاءالله در سالهای آینده اگر خداوند توفیق داد را به خارج صادر کنیم. انشاءالله این برنامه های کاری ماست. خیلی خوشحال هستیم که در این نمایشگاه اشتراک کردیم و این نوری است که ما از ابتدایی ترین سرمایه شروع کردیم. ما از 1.5 لک روپیه که امو طلای خانم ما بود، رئیس هم خانم است، او امو رو به فروش رسانده و ما کار شروع کردیم. الحمدلله امروز 4-5 نفر در این شرکت کار میکنه و ما تلاش مایی است که انشاءالله امروز در ولایت های افغانستانی را به فروش میرسانیم. انشاءالله در سالهای آینده اگر خداوند توفیق داد را به خارج صادر کنیم. انشاءالله این برنامه های کاری ماست. خیلی خوشحال هستیم که در این نمایشگاه اشتراک کردیم و این